برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود بر شما تماشابینان گرامی ما. امیدوارم همگی تن صحت و سلامت هستید. برنامه تحلیلی دیدگاه است. در استودیو با شما شوکت محمد هستم. در برنامه امروزه دیدگاه ما درباره یک پیروزی دیگری سیمومین یتیموف رهبر کمیته دولتی امنیتی ملی که اینک 10 سال است به این کرسی تکیه زده است صحبت خواهیم کرد. سیمومین یتیموف رهبر کمیته دولتی امنیتی ملی که اینک 10 سال است به این کرسی تکیه زده به غروب خود نزدیک می شود. این موسفید 66 ساله که باید 3 سال قبل به نفقه می رفت با یافتن دل رئیس جمهور و رئیس دستگاه و دخترش آزاده رحمان توانست عمر ریاست خود را طولانی تر کند. اما حالا به بزرگترین چالش در حیاتش روبرو شده است. شانس سیمومین یتیموف در نگاه داشتن مال و اموال و حتی حیاتش بعد فرستاده شدنش به استعفا تا رفت کمتر می شود. موفقیت های موقتی سیمومین یتیموف در مبارزه با مخالفین سیاسی با استفاده از اصول های غیر مشروعی و غیر انسانی امام علی رحمان را متقاعد کرد که این موسفید هنوز پر انرژی و زیرک است و می توان چند سال دیگر امنیت کشور را انقترش امنیت خانواده را به او باور کرد. سیمومین یتیموف واقعا توانست مخالفین را از کشور بیرون سازد. اعتبار حزب اسلامی و روحانیان را در جامعه پایین برد. آزادی سخن را، حبس و مسجدها را بندد. اما همه این پیروزی یعنی شکست های او با ترور دولتی، تهمت و بهتان، شکستن حریم شخصی و حیثیت انسان، محدود کنی آزادی های دینی و دیگر قانون شکنی های به دست آمد که در جامعه جهانی به حیث جنایت سنگین شناخته شده است. حالا موقع دولتی و حمایه برخی ابرقدرت ها او را از رفتن به دادگاه بین المللی نگاه می دارند. اما این تنها سؤال وقت است. سیمومین یتیموف اگر برابر به استعفا رفتنش و حتی قبل از آن از طرف رقیبان داخلیش کشته نشد، حتما در دادگاه پاسخ خواهد گفت. اصول هایی که رهبر کمیته دولتی امنیتی ملی برای سرکوب مخالفین، روحانیان و آزاداندیشان روزنامه‌نگاران استفاده کرد همیشه تأثیر موقتی داشته دیرتر عکس العمل شدیدتر پیدا می کنند. اگر زمان شوروی این عکس العمل ها بعد 40-50 سال ظهور کرده و بعد 10-15 سال ماشین ترور دولتی را شکستند، در تاجیکستان با چند سبب همگی در کمتر از 10 سال ظهور کرده با سرعت اوج می گیرد. یکی از سببهایش اگر به اثر اطلاعات و سرعت راست آمدن ترور یتیموی باشد، سبب دیگرش ناعهده برای خودی سیمومین یتیموف و کمانده اش است. هرچند خودی سیمومین یتیموف با استفاده از ارتش بزرگ اطلاعاتیش با نام مردمی فرمه جواب سخت کوشش میکند خود و تیمش را موفق نشان دهد، دیگر ماشین ترورش رو به خرابی آورده است، فرسوده شده است و هر روز قسمی از آن فرو می ریزد. با این مصیبت رهبری کمیته دولتی امنیتی ملی در عرصه مبارزه با مخالفین مصیبت دیگر ضم شده است. میدانید چی؟ سیمومین یتیموف در داخل رقیبان توانایی پیدا کرده است که نه تنها علیه او با شدت کار میکنند بلکه منتظر فرصت موافقی هستند که پرپیچانش میکند. ظاهرا این مصیبت نو ذهن سیمومین یتیموف را سخت مشغول کرده که خطا از پی خطا صادر میکند. درباره حمله ناموفقانه سیمومین یتیموف به محمد اقبال صدرالدین که جایگاه خودش را خیلی ضعیف و برعکس جایگاه این مخالف حکومت را قوی تر کرد، ما در
صحبت‌های پیشتر خاطررسان کرده بودیم و وعده هم داده بودیم که در این باره مفصلتر صحبت خواهیم کرد. حتما تماشابینان گرامی به این موضوع برمیگردیم، ولی امروز موضوع ما دیگر است. انیخترش موضوع ما شکست دیگری سیمومین یتیموف. طبق اطلاع منبع‌های معتمد ما، یکی از کارهایی که رهبر کمیته دولتی امنیت ملی همیشه تا مدت قبل از آن افتخار میکرده است، تأسیس تیم مخالفین در اروپا بوده است. ما کوشش میکردیم در این باره حرفی نگفته باشیم، لیکن به این خلاصه آمدیم که باید این هم گفته شود. همین تأسیس مخالفین در اروپا را سیمومین یتیموف ضربه محکمه به تنه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و پیمان ملی تاجیکستان حسابیده در نشست‌های رسمی همین گونه معرفی میکرد و آن را از عملیات موفق کمیته دولتی امنیت ملی در خارج کشور مینامید. تا حد واقعاً سیمومین یتیموف توانست گروهی از مخالفین قدیمی و نو را زیر چتر جمع‌آوری کند و علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، پیمان ملی تاجیکستان و گروه 24 تحریک دهد. این گروه زمان به پیشروی‌های کوچک و موقتی هم دست یافته بود. طبق اطلاع منبع ما، در یک گزارش عضو ارشد این گروه به کمیته دولتی امنیت ملی این نقطه تاکید شده بود که اعضای گروه با 10 نفر کار برده ایستادند و چند نفر را توانستند به سمت خود جلب کنند. حتی ذکر نام جلب شده ها هم رفته است و این معلومات در ما وجود دارد. اما با چند سبب این گروه نه تنها موفق نشد، بلکه امنیتی بودنش هم حداقل برای مخالفین و فعالان آشکار شده است. سبب اصلی اگر نداشتن پایگاه مردمی باشد، یکی دیگر از سببها اصولی استخدام آنها بود. تماشابینان گرامی ببینید، بیشتری آنها را کمیته دولتی امنیت ملی با همان اصول غیر مشروع جلب کرده است. یکی را با ثبت نوار فحش، دیگری را با پرونده قلابی، سومی را با فشار بالای همسرش، همین خیل با عملهای رذیلانه آنها را استخدام کرده است. هرچند بینشان آنهایی هم هستند که اختیاراً در خدمت یتیموف قرار گرفتند. همین باعث شده که آنها برای امنیت با دل ناخواهم و نفرت به شخص رهبرش کار کنند و تنها کارهایی را انجام دهند که کمیته دولتی امنیت ملی از آنها طلب میکند. گاهی حتی با آوردن بهانه از اجرای کارهای هم این استخدام شدگان دست میکشند. همین خیلی بوده است و حتی مبلغی هنگفت نتوانست آنها را بر مخالفت علیه مخالفین دلگرم سازد. طبق اطلاع منبع ما، یک عضو ارشد گروه مخالفین برای مبارزه با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و جلب اعضای نو به گروهش 200,000 یورو پول نقد میگیرد. 200,000 پول نقد. ما همین گپ را تا انیق نکردیم، باوری حاصل نکردیم، از گفتنش پرهیز کردیم. اما متاسفانه درست بوده است. قسم اعظم این پولها را شخصی به دست آورده صرف عیاشی میکند. میرود در گجای автомат است، لوتو است، میرود میخواد. البته جلب چند نفره به گروه صورت میگیرد، اما بدون صرف مبلغ. چند نفره کلش گرنگ میکند، اما
پول صرف نمی کند. پول دیگه جا صرف می شود. طبق اعتراف یکی از این جلب شده ها که به ما اعتراف کرد، اساساً آنها را با ناخون زدن به احساس محلگراییشان جلب کردند. اما بعد افشا شدن بعض جزئیات همکاری لیدرهای گروه با کمیته دولتی امنیتی ملی، همچنین معلوم شدن ناعهده‌برایی گروه، بیشتر جلب شده ها با آهستگی عقب نشینی کردند. ایدهشان به جای پیشینهشان برگشتند، الکی سرفاش کنی سر شده است. 2 نفر از اعضای گروه در فاصله 2 سال توسط یکی از همسایه کشورها غیر قانونی به تاجیکستان برده می شوند. چون ورود رسمی به تاجیکستان پناهندگی در اروپا را لغو می سازد و مورد اکرام کمیته دولتی امنیتی ملی قرار گرفته، مبلغ و سپارش های نو دریافت می کند، اما کار انجام داده نمی تواند. نفر سوم با وجود داشتن پرونده قلابی در تاجیکستان، در اروپا از طرف نمایندگان کمیته دولتی امنیتی ملی برای تشکیل هر گونه سازمان ها مبلغ گذاری می شود. مبلغ گذاری، ولی او مبلغ ها را اساساً برای نیاز شخصیش مصرف می کند. حتی آنهایی که اختیاراً در خدمت کمیته دولتی امنیتی ملی قرار گرفتند و زمانی در کشور بودنشان هم با آن همکاری میکردند، بعد رسیدن به اروپا بیشتر بالای آن کار میکنند که بقایشان در کشور پیشرفته را مستحکمتر سازند و به تاجیکستان بر نگردند. دیگر برای آنها ماندن در اروپا از دریافت رضایت یتیموف یا رتبه نو در کمیته امنیت بالاتر می ایستد. حالا طبق اطلاع منبع ما، مخالفین که موقتا سکوت را اختیار کرده است، به کارهای دیگری از جمله شکایت بردن به مقامات کشورهای اروپایی و سازمانهای بین المللی مشغول است. سکوت موقتی آنها می تواند با این سبب هم باشد که از جانب کمیته دولتی امنیتی ملی برایشان نقشه نو فرستاده شده است. ولی در گمان است این گروه دیگر موفق شود. چرا؟ حداقل به آن خاطر که دلیل های زیاد درباره آنها وجود دارد. در دست ما نیست چند دلیل درباره همکاری بعض اعضای این گروه از جمله ثبت آدیویی و ویدیویی وجود دارد، ولی ما تصمیم نشر آنها را نداریم مگر در حالتهای خیلی ضروری. ما به این نظریم که بیشتر این افراد جبر دیده اند و به شانتاژ به همکاری جلب شده اند. سبب ذکر نکردن هیچ نامی هم به همین خاطر است. اینها هم بیچاره ها اکثریتشان شانتاژ شدگی هستند. خلاصه یکی دیگر از پیروزی های یتیموف در اصل شکست سنگینی است که نه تنها عملیات چند ساله او را به صفر برابر ساخت، بلکه صف مخالفین را از افراد نالایق و سست اراده پاک کرد. همچنین در این عملیات کمیته دولتی امنیتی ملی یک افسری موفقش را از دست داد که از همکاری با این کمیته دست کشید و در اروپا پناهنده شد. حالا رهبر کمیته دولتی امنیتی ملی با تبلیغ خودش در رسانه‌های وطنی کوشش میکند جایگاهش را در نزد پیشوای معظم، عباره‌ای که خود یتیموف استفاده میکند، بالا ببرد. همچنین طبق معلومات‌های دسترس ما شده، آزاده رحمان دختر رئیس جمهور و از طلبگاران کرسی پدرش در رقابت با دادرش از سیمومین یتیموف حمایت میکند. سبب یگانه حمایت آزاده رحمان از یتیموف را این گفته می شود که آزاده رحمان در مقابل تیم قدرتمند شده دادرش رستم امامعلی کسی را جز یتیموف و رمضان رحیمزاده گذاشته نمی تواند.
حالا آینده رهبری یک زمان قدرتمندترین کمیته دولتی امنیت ملی به مبارزهش با تیم جوانان به قدرت رسیده بستگی دارد. تنها پیروزی بر تیم رستم و شاهرخ میتواند او را نجات دهد، آن هم اگر پیشوایش به این پیروزی اجازه بدهد. تماشابینان گرامی، با همین برنامه امروزه دیدگاه به نهایت خود رسید. یادتان باشد در برنامه گذشته گفته بودیم که سیمومین یتیموف در یک حسابات ضمنیش از بستن 4 سایت و صحیفه 127 بلاگر خبر داده است. نواره که حالا پخش میکنیم تماشا کنید و ببینید که اکنون چگونه بلاگرها وارد خانه هر تاجیکستانی نابسته از داشتن یا نداشتن اینترنت میشوند، از جمله به خانه سیمومین یتیموف و پیشوایش امام علی رحمان. در پناه الله باشید. همین که سال نو می درآید، پیام تیوی به ماهواره می براید. از 1 ینوری سال 2021 برنامه های پیام تیوی، اصلاح تیوی و رسانه و بلاگرهای دیگر آزادی بیان و ابراز نظر، پنهان و آشکار حالت کشور، نمایش مباحثه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و غیره در شبکه ماهواره‌ای پیام تیوی. ما را در ماهواره هاتبیرد جستجو کنید. آنچه ما منظورتان میسازیم در تلویزیون های دولتی نمی بینید. ما صدای آزادگان را به شما و صدای شما را به گوش مقامات و جهانیان میرسانیم. منتظر پیام های پیام تیوی باشید.